إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با اولین قسمت برنامه قهرمانان خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. از خلال این برنامه می‌خواهیم به بعض قهرمانان معروف و غیر معروف تاریخ درخشان اسلام بپردازیم. آن ابرمردانی که برای رسانیدن اسلام جان و مال خویش را فدا کردند و برای تبلیغ اسلام زحمات فراوان را متحمل شدند. البته در برنامه قهرمانان ما به عصر بعد از صحابه رضی الله عنهم اجمعین میپردازیم، چون در مورد صحابه و در مورد جایگاه، منزلت و جهود صحابه قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم به فراوان ذکر میکنند. البته اینجا ما نیاز داریم به سراغ آن عده قهرمانان برویم که بعد از عصر صحابه آمدن و برای تبلیغ دین اسلام و برای نشر دین مبین اسلام در سراسر جهان زحمت‌های خیلی فراوانی کشیدن و در این راه مجاهدت‌های فراوانی کردن و در همین راه جانهای شیرین خویش را فدا کردن. واقعا در عصر کنونی ملت مسلمان و جوانان مسلمان به خصوص اسلاف و نیاکان خویش را فراموش کردند. امروز جوانان ما میروند به سراغ بازیگرهای فیلم‌های هالیوود و بالیوود و نمی‌فهم فلان و فلان را برای خود الگو قرار میدن، نمونه قرار میدهند. میروند به سراغ فوتبالران دنیا، آنها را نمونه‌های برای خود انتخاب میکنند، در حالی که تاریخ درخشان اسلام از ابرمردها پر هست، از نمونه ها پر هست. ستاره های درخشانی داریم ما در تاریخ اسلام، در عهد صحابه، بعد از صحابه تا امروز. پس ما نیاز داریم بریم به مطالعه تاریخ بزرگان و نیاکان خود برگردیم و ببینیم که در تاریخ درخشان اسلام چه شخصیت‌های وجود داشته، چه ابرمردهای وجود داشته که دنیا را تکان دادن و برای انسان‌های دنیا برابر است که در شرق باشند یا در غرب، در اروپا باشند و یا در امریکا، تمدن و ثقافت و فرهنگ را آموختند. درست است که امروز وضعیت امت مسلمه خیلی اسفبار هست، اما تاریخ ما تاریخ اسفبار نبود، بلکه تاریخی خیلی درخشان و مایه افتخار ما بود. ما مسلمان ها باید به تاریخ نیاکان خود بنگریم، به آن افتخار بکنیم و آن ابرمردها را نمونه و الگوی خود قرار بدهیم و قسمی که آنها برای نشر دین مبین اسلام زحمت کشیدن، جهاد کردن، مبارزه کردن، قهرمانی های از خود نشان دادن، ما نیز دنبال روی آنها باشیم، از مکتب و مدرسه آنها درس های قهرمانی را بیاموزیم. بدون شک اگر ما به عصر بعد از صحابه بپردازیم، اگر اولین نام پیش روی ما
عمر ابن عبدالعزیز نیاید بدون شک ناانصافی خواهد بود، چون عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله در نیمه دوم قرن اول هجری زندگی کردند و زیست کردند، بخصوص در ربع اخیر این قرن و در بدایات قرن دوم هجری و در اواخر قرن اول هجری به عنوان خلیفه مسلمانان انتخاب شدند. یعنی بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که 100 سال میگذشت، عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله نام آمد در تاریخ اسلام ثبت شد و تعدادی از مورخین آمدن عهد عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله را که بیشتر از 2 سال و چند ماهی نمی شود را ضمن خلافت راشده قرار دادند. پس نیاز است که ما در مورد این ابرمرد تاریخ اسلام عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی چیزهایی بدانیم، از زندگی ایشان چیزهایی بدانیم. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله در سال 61 هجری در مدینه منوره در شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم چشم به دنیا گشودند و متولد شدند. البته کودکی و طفلی خود را در مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم و در میان فرزندان صحابه سپری کردند. پس از فضای مدینه منوره که در آنجا یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، آل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و فرزندان یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی می‌کردند، بدون شک از این فضا، از این جو ایمانی، از جو زندگی کردن در میان یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزهای زیادی آموختند و به همین سبب ایشان وقتی که خلیفه میشوند روش عمر رضی الله عنه را در خلافت دنبال میکنند. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله فرزند عبدالعزیز ابن مروان هستند، از خانواده معروف اموی که منسلک و مرتبط می شود با یکی از خاندانها و با یکی از بطنهای معروف و مشهور قریش. در آخر ایشان قریشی هستند. اینجا جا دارد که ما داستان جالب در مورد مادر بزرگ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله که با عمر فاروق رضی الله عنه داستانی هست خدمتتان به عرض برسانم. داستان چنین است که اصلا برای ما حکایت می کند که ما شب همراه امیرالمؤمنین خلیفه مسلمانان عمر ابن خطاب رضی الله عنه رفتیم برای تفقد و بازجویی احوال مدینه و اهل مدینه. در کوچه های مدینه گشت و گذار می کردیم ببینیم در مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگذرد، اهل شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم در چه وضعیتی هستند، کسی نیاز به کمک و همکاری نداشته باشد، کسی مشکل نداشته باشد. این از وظایف یک حاکم مسلمان و خلیفه مسلمان هست که از احوال رعیت خود آگاه باشد. به همین خاطر عمر ابن خطاب رضی الله عنه اسلم را با خود میگیرد و شب هنگام در کوچه های مدینه قدم میزند تا ببیند ساکنان شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم در چه حالتی هستند. آیا کسی از آنها مشکل دارد؟ آیا کسی از آنها خواهان کمک و همکاری هست؟ آیا کسی از آنها به سراغ خلیفه مسلمانان هست که در روز رسیده نمیتواند اینجا خلیفه به سراغش برود؟ اصلا میگوید عمر رضی الله عنه بعد از گشت و گذار زیادی در کوچه های مدینه خسته شدند و رفتیم کنار یکی از خانه های مدینه. به دیوار یکی از خانه های مدینه
امیر المؤمنین خلیفه مسلمانان تکیه میزند تا دقایق در آنجا آرام کنند. اصلا میگوید اینجا من و امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه صدایی را شنیدیم که از داخل خانه خانومی به دخترش میگفت دخترم برو برای شیرهایی که فردا میفروشیم با آنها آب را خلط کن تا بیشتر شود. مادر به دخترش میگوید دخترم برو در شیرهایی که قرار است فردا در بازار بفروشیم آب خلط کن تا بیشتر شود. این دختر در پاسخ مادرش میگوید ای مادرم آیا امروز نشنیدی که منادی امیر المؤمنین منادی عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کرد که کسی در شهر ما وارد می شود و برای تجارت و خرید و فروش در تجارت خیانت نکند، غدر نکند، فریب ندهد، غش نکند. پس چگونه ما در شیر آب را خلط کنیم؟ مادرش گفت دخترم حالا نه امیر المؤمنین این عمل من و تو را میبیند و نه هم منادی عمر اینجاست که ببیند ما در شیر آب گرد میکنیم، آب خلط میکنیم. دخترک گفت مادر جان اگر امیر المؤمنین اینجا ما را نمیبیند و منادی امیر المؤمنین ما را نمیبیند آیا خدای عمر نیز ما را نمیبیند؟ آیا من در ظاهر آمده از عمر رضی الله عنه و از امیر المؤمنین اطاعت و فرمان برداری کنم و در خفا آمده نافرمانی ایشان را بکنم؟ نه خیر، این کار را نمی کنم. داستان اینها اینجا تمام شد و عمر رضی الله عنه به اسلم میگوید که ای اسلم این خانه را نشانی کن فردا ببینیم چه کسی اینجا زندگی می کند. اسلم میگوید وقتی فردا روز شد و آمدیم دیدیم که خانه یک بیوزنی است و با یک دختر جوانش زندگی می کند. اینجا از ایمان و فرمانبرداری و خدا ترسی این دختر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه خرسند می شوند و خوشحال می شوند. برمیگردند به خانهشان، فرزندانشان را جمع می کنند. میگوید ای فرزندانم آیا کسی از شما آماده ازدواج هست؟ آیا کسی از شما میخواهد عروسی کند و من برایش خانم پیدا کنم؟ اینجا عاصم فرزند عمر رضی الله عنه میگوید پدر جان من در میان فرزندانت خانم ندارم و میخواهم که ازدواج کنم. همین بود که عمر رضی الله عنه رفت به خواستگاری همان دختری که شب با مادرش روی قضیه خلط شیر بحث کرده بود را برای فرزندش عاصم خواستگاری نمود و سپس عقد ایشان را انجام داد و این گونه این دختر خانم عاصم فرزند عمر ابن خطاب رضی الله عنه شد. از عاصم فرزند عمر رضی الله عنه و این دختر خدا ترس و با ایمان و با تقوا مادر بزرگ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تولد شد که بعدها پدر عمر که عبدالعزیز نام دارند با دختر عاصم که از همان مادر مسلمان و مؤمنه و خدا ترس به دنیا آمده بود با ایشان ازدواج کرد و مادر بزرگ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله همان دختر خانم خدا ترس بودند. به همین سبب عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله از نواسه های عمر فاروق رضی الله عنه می باشند و محبت خاص عمر ابن عبدالعزیز با خانواده عمر رضی الله عنه که از طرف مادر بزرگشان می شود محبت خاص با آل عمر داشتند. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله
قرآن را در کودکی و طفولیت حفظ می کنند و عاشق آموختن علوم شرعی و اسلامی می باشند. بعد از چند مدت عبدالعزیز که پدر عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله می باشد، از سوی مروان به عنوان والی به مصر فرستاده می شوند و سپس در عهد خلافت برادرشان که عبدالملک ابن مروان هست. وقتی که عبدالعزیز والی مصر می شود و به مصر می رود، بعد از چند مدت به خانمش پیام می فرستد که با فرزندش به مصر بیایند. خانم عبدالعزیز گفتم که نواسه عمر رضی الله عنه است، دختر عاصم ابن عمر رضی الله عنه می باشند. اینجا خانم عبدالعزیز که ام عاصم کنیتشان هست و لیلا نامشان هست، می روند نزد عبدالله ابن عمر رضی الله عنه که کاکایشان می شود. رفت پیش عبدالله ابن عمر گفت ای کاکا جان، شوهرم عبدالعزیز برایم پیام فرستاده است تا به مصر برویم، آیا اجازه می دهید؟ کاکایشان عبدالله ابن عمر گفت بله، عبدالعزیز شوهرت است و باید تو بروی نزد شوهرت. وقتی که ام عاصم آمادگی سفر به سوی شوهرش را می گرفت، اینجا عبدالله ابن عمر آمد نزد این برادرزاده خویش که مادر عمر ابن عبدالعزیز می باشند، گفت خودت می روی نزد شوهرت، اما این فرزندت عبدالله را نزد ما بگذار، چون از خانواده شما یگانه کسی که خیلی شباهت با آل عمر دارد همین عمر ابن عبدالعزیز است. اینجا عمر ابن عبدالعزیز را مادرش در مدینه منوره نزد دایه‌هایش یا ماماهایش که اولادهای عمر فاروق رضی الله عنه می باشند نزد اینها گذاشت و خودش رفت به مصر. وقتی که به مصر رسید، پدر عمر که عبدالعزیز هست از خانمش پرسید خودت آمدی فرزندم، عمر کجاست؟ چرا عمر را نیاوردی؟ اینجا خانمش برایش گفت که عبدالله ابن عمر کاکای من عمر را از ما گرفت، گفت این فرزند شما شبیه ما آل عمر هست، خودت برو به مصر و فرزندت را بگذار نزد ما، همینجا در مدینه منوره آموزش ببیند، تربیت شود در میان ما آل عمر. از این داستان و از این برخورد عبدالله ابن عمر، پدر عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله خیلی خرسند و خوشحال شد و به برادرشان که عبدالملک ابن مروان خلیفه بود اطلاع داد که فرزند من عمر در مدینه منوره نزد دایه‌هایش که آل عمر هستند نزد آنها می باشند، مصرف و مصارفی که دارد برایش تعیین شود. پس عبدالملک ابن مروان برای عمر ابن عبدالعزیز که در مدینه منوره نزد آل عمر سکونت داشت و زندگی میکرد، ماهانه مقدار 1000 دینار مقرر کرد تا مصارف عمر ابن عبدالعزیز از اینجا برآید. البته عمر ابن عبدالعزیز در مدینه منوره در آوان کودکی قرآن کریم را حفظ کرد و در فضای ایمانی خانواده آل عمر و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم در شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت یافت و بزرگ شد. وقتی برنامه ما به پایان میرسد، تا قسمت بعدی این برنامه، الله یار و مددگارتان. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس، خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس، خالد في البر كان ليث حق.
في البحار كان حوتا بربروسا. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، البعر سلان والفاتيح عثمان، وابنتا شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوسا. إننا الأبطال، إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، نحمي الرؤوس.